4 سانت کمر داره. خط اولی که میکشیم 4 سانت میزنیم بالا به خاطر که کمر میاد سرش. اندازه فاقمون، اندازه تا زانو، قد شلوار و 8 سانت زاپاسش. برای اینکه کلا شلوار درز تو پای شلوار نکشه بالا، حتما باید یه مقدار برشمون روی پیش بچرخه و اونا که شکم دارن بیشتر، اونا که شکم ندارن کمتر از 1 سانت. ایشون چون شکم ندارن حدود 1 سانت. این خطایی که بعد میبینید، این خطا، اینا اون خطایی که در اصل روی این خطوط برشمون نصب میشه و برش میکنه. خطای اصلی اینا بودن، روی اینا این کار چرخیده میشه. خب اندازه ران رو میگیریم معمولا. الان ران داریم 39 تا. اگر اندازه نگرفتیم هم این احتمالا روی شلوار پای مشتری بوده، ولی قاعدش اینه که توی تو همه دار و ندار، تو رو این روزا دارم و ندارم، کنارم هستی اما آرزوم پیت میگردم اما پیش رو دارم از عشق تو دیوونه میشه. تو اینجا هستی اما نیستی پیشم. شاید گاهی تو هم مجبور میشی که دارم هستی اما دور میشی. الان چند روز خیلی بیقرار، منو دوست داری اما در فرار نمیبینی منو، گرچه همینجام تو رو میخوام و اینجوری نمیخوام. نمیخوام بی تو باشم، نمیذاری نمیتونم جدا باشم. میخوام با تو باشم اما چجوری؟ به من نزدیکی اما خیلی دور. دیگه تکلیفم